دلم بلندن و مسکن نمیشه بپری سوسو از یک جا نمیشه ای جانم بخون آی تمام شهرهای دنیا بگردیم الله نما شما سرا خسور من نمیشه ای جان واکی شر میکنه شامت که بربر میکنه چی میگی گیلک تو؟ یلک کده گر دل یاد دل بر میکنه آخ دل من خوشحاله بلیا خوشحال باش خوشحال باش برو میخونم تو بگو سکو گیلک عمال خولم به خونه شیشته بودم مادر گفتم سخت اشتباهی کردین که خود از اینا خیشی کردین خود کی؟ خود خسور تو اینا کچره؟ مادر برفتن زنگ زدم به اینا گفتم که شیرینی خوری گیله کردیم گفتم این الگر از گوش خوبیری کنیم کچره؟ شیرینی خوری نمیکنم گیله کی بگفته ای گپه؟ خسور تو خاله میته نمیخندیدم خود من؟ آه خوشحال مگه تو به گیلک شیرینی خوری نمیدیم ها؟ آفرین خیر بینی تو دیگه اینجا خوشحالی میکنی که شیرینی خوری تو بکنم 6 لک هم به زو خوشکه پول دادیم شیرینی خوری تو رم نمیدم کچره؟ ما چی خبرم؟ ما نگوتیم ما شیرینی خوری هم مایم ما چون رخت سوزن مایم تو برات چی گپای شیرینی خوری تو رم نمیدم 6 لک هم بدادیم هیچی به هیچی فقط میکنه که نمیدم تو بگذار که ما برو بگم چرا من میزنی گله؟ و تو ای میگی خب راست میگم راست چی میگی؟ عباس جون یک دقیقه صبر کن کار دارم تو حال داشتیم اوه استنی عباس جون خیلی هستم خیلی سلامت دیگه وقت تو نمیگیرم نه دیگه دنده بشی تو باشه که من دیگه تو ببینم من نزدیک چند کلمه گپ دارم تو برای تو بگم بفرمایید در خدمت سکو عباس جون وار مادر گیلک به من زنگ زد بله گفت زنگ زدم به خسور گیلک گفتم می شیرینی خوری می گیلک چه کار میشه بله گفت که خسور گیلک وردشته که شیرینی خوری می نخوری نیه سکونه پیار تو 6 لک روپیه هم از این خواهر ما بگرفته جناب آیا همین رای نه که پیار تو همین گپ بزنه راست میگه دار الله صحیح کنی شما به خاطر گله آمدین پیش نه بله گله میکنین که چرا اینو شیرینی خوری نمیدن 6 لک پول هم گستوندن ما چند کلم گپ به شما میگم اگه شما تایید نکردین هانه من خود شما میگم لا شما که همسایه ما هستین روزی که من نامزددار شدم بفهمیدین؟ همین پیار وردش به خصوص میگفته که من رمزونی قبول دارم که چی من رمزونی بیاره یا ما با شما بیاریم نه ایدی هموته شیرین خوری هموته اصلا خلاصه گپ کوتاهی سخن پیار مازیک معامله از این کارا خیلی بدی میاد ما چون چره اصلا نه شیرین خوری خوش داری رمزونی نی ایدی نی دیگه نی سلام کوی نی خیلی گپایه بفهمید لا انا تایید کنین حالا کم شما خیره باشه هرچی پیانو میگه قبول کنیم به قصه اون هرچی بگه خیره یک شیرین خوری چیه شما به خدا بگه هیچی خیره باشه دیگه خوش نداره پیار مزی کارا گپا تو خلاص شد نشو پیار تو اساسیت از این کارا نداره پیار تو اساسیت از پول داره که پولی مصرف نشه ما یک دیگه عباس جون من به پیار تو نگفتم که تو می شیرینی خوری یک کو شیرینی خوری نیست به پیار تو میده نیست برینا میدم اگر نه که قانونی سه کنی می شیرینی خوری به جمع عروس اینه باز همونا خودی شما کمک میکنن اگر 10000 شما بدین 10000 اونا میدم اگه 50000 شما بدین 50000 اونا میدم هر چی شما مصرف کنین اونو مصرف کنین کارو اساسیت این کار خوبیت نداره ما پیش قوم خود چی رقم سر بالا کنیم بگیم مثلا خسور برو یار ما است بفهمید بدیر نمومه یار ما میتگادم اینیه که خلاصه به شما بگم از او سه شدون نمیخوره علی تا آدمیه میگم من نامزددار شدم به خسور میگفت نه ایدی ممنون رمضان این شیرین خوری ما هموت تو هموت خلاص هیچ چی گفت اصلا نمومی خوش دار فقط عروسی بود خلاص کلکم کنده شد بگم ما برسیدیم
خیانه دیگه چه کار میشه؟ بگم ما برسیدیم. برسیدم. خدا شما خیر بده. هیچ چی کنین دیگه. آها. شما سانگه بگذاریم با اینو بگن خیر برین دست شما. دامه که پیار تو 6 لاک روپیه پول میگرفت اگه حساب میکرد این وقت به فکر از اینکه میشد که صبح می بچه شیرینی خوری داره، صبح می بچه مثلا عیدی داره، صبح زمستونی داره، صبح در رقم مجلس داره، بعد این فکر را میکرد. اگه فکر پیار میکرد وقتی که من زاده بودم اون فکر او وقت میکرد. حالا پیار تو کجاه؟ ما کار ما مثلا برو پیام سرای با اینا ما نون ببرم. کوانه بازم میریم مثلا خودینا گپ زنیم خودینا مونتا خیلی خودینا پیش نده که مثلا کارم پیار میگه حساب خوبی ندارم میفهمم نسواری ام. خیلی رقم ندارم به پیش میرم. خیلی خودی پیش نده خیلی بریم. بوجه کجا بخیر؟ شتن نور لطفاً بخیر سلامت. چی گفته؟ قراری. هم جنجال همی خورزاده خو افتادم باور. چیکار خورزاده؟ همی خورزاده میگیلا. چرا چیکار شده؟ با چی گل دست گل داده؟ چی خودی همین مامان نوروز اینا کیشی کردم من بیام از آدم مقدار پیشکش گرفته خوار ما بدو زنگ زده که همین شیرینی خوری می بچه چه کار میشه ورداشته ولی خوار ما گفته بابا یا الگر تو از گوش کو بیری که ما مردم رسم شیرینی خوری و ما چون مجلس چی نداره برفتم دام سرا به پیش بچه و گفتم می کار خوبی یاد نداره آخر شمال خودی هم دیگه آخرش شدیم او هم به من میرار میگه ما رسم نداریم ما که میگه نامزددار شدم پیار هیچ مجلسی به خسور ما نداده به دخترم که ما عروس کنیم مجلس نمیدیم بچه‌ام که ما داماد کنیم ما مجلس نمیدیم همین راه نه اول کسی که اگه مجلس آدم به بچه خوب بکنه و به خود خو میکنه به بچه خو میکنه بفهمیدی و دختر که مجلس کنه انگار مجلس دادی وقتی که تو 6 لاک ریپر یاد داری رسم رواج داری که 6 لاک ریپر بستونی خیر بینی سر تو به پول استوندن وامشه خیر بینی سر تو به زیوانه میشه که من 6 لاک ریپر میستونم بابا یک شیرینی خوری بعد به زینا بدم خیر بینی اینا هیچی هست اصلا یک چیز دیگه ما به تو بگم خوب امی هست که میگی لخ ورزاده تو بعد تو نه سعودیه اگر نه من امروز اول که تو گفتی امی خوارزاده من ادعا کرده با دختر مامان نوروز من ماستم به تو بگم من از این مامان نوروز خوش من نمیاد با خاطر چی خوش من نمیاد آدم خوبی هسته نمیگم آدم خوبی نیم منتا امی تو آدمی هست خوب که ایت او دستوی نمیچه که بس خونتمایه سخت لالا از سختی کارا میشه میگی امیتنه بفهمیدی من گفتم اگه حال این گفت با باجی خونی رولا بگم که خودی همی آدم خیشی نکنیم همی باجی ما بدل خو میگه البایی ادعا داره به دختر مامان نوروز یا برار یا خوارزاده یا برارزاده خو گفتم خیره باشه می گپم دل ما باشه هیچ چی نمیگم خود نه از آخر با میفهم خوب شد که حال خود شما حال سر شما وا شد که آدم سر میگه همین شیرینی خوری هر چه که مصرف شه بازم مسلمان میگه نصف ما تر میگه نصف روی تر کشه نصف من میگه نه ما اصلا رسم رسوم نداریم اگه تو شیرینی خوری میدی به دختر که مثلا به زیو آدم به دماد خو او باید مثلا خسوزن چیزی میکنه براد نگذانی که آدم دیگه تا پرتوقع متوال ندیده بودم به مثل ازی آخه مام زن داریم مام خسور داریم به مثل ازی کنه بوده دیگه اول تو بذار که تو بذار که دم عروسی بشه من از این میترسم خوب که یک جفت کوش پینجری پگی به می دومات خوب روز عروسی اون اپ حالا ما امروز به پیش سه کنم بازو چی میگه بچه‌ها کامل جواب داد بچه‌ها نداره فایده نداره تو شوم که بگی گپ که اول به تک گوشی با مادر گیلک بگفت تو نمو گپ از یک گپ بچه میگه خیلی خودی پیار معمول پیچی نکن که نسبری کلی و خراب بشه تو خوب گوش کن با آدم که پولا 6 لاک میتونه که کلی و آباده نه الان دیگه مثلا برسیدیم به درس سرای اینا بفهمیدین اما کپا خور هم مر بگیم دیگه که زودی برایم به سری میاله نمیدم آنی میمید به تو بگو چی؟ شهری که ما بخیش دارم مگر همه به مجلس تو بیایم به چی می؟ شته نمیان نه به چی نه دیگه نه شته نه بیایم نه درس سرای بیایم آنه ماما بیام کاکا خسور می بیام نه سلام علیکم اندر نباشیم تیاره نه تیاره دیگه بله تیاره دیگه کاکا خسور منم دستوی بیشتنی ماما خوبی شکر زنده باشید تیاره خوبی بس زنده باشیم یک بیشم بده بیده چرا دستاشو به کاکا خسور بوی کابیده میده حالا نه میگذاریم گپ زنم یا بیام اینجا با خوش آمد کرده به چی می؟ بیشتنی ماما خوبی شکر الحمدلله بچه های نه خوبم شکر فردا سلامت باشیم زنده باشیم ما که به شما زنگ زدم دیگه شما جواب مر بدادیم حالا من بیام من نزدیک ما پرسان کنم چه کار کنیم ما چی رقم کنیم
شما راه به ما نشوندین به ما فهمید. راست میگم ما شیرینی خوری ما خب دیگه ما قوم داریم خیش داریم مردم به ما میخندن. مادر جو خواهر خوبه گردم هم پولی که شما به شیرینی مصرف میکنه 50,000 طرف شما مصرف میشه 50,000 طرف نوادم مردم مفخوریه میان نون میخورم راه میگیرم من گپ مفتم میزنم پشت چی جبرم مادر خوبه گردم سعی کنیم شما از قدیم امیر اسم رسوم بوده مگر امیر اسم رسوم باشه حال مردم هم قدیم هم که بوده همین مجلس شیرینی خوری بوده مثلا فتخونی بوده نقصوزن بوده همین عدم دوری قدیم که میگه بوده این که از حال نشده که شما میگیم مردم مفخور بعده راست میگه این گپ که شما خوب چیزی میگین اگه مرد خود رو چند داده شما خود رو چند میندازونی نه مال کشیر میآیه دویده چی رقم ما کاکا میگم سکو کلک جو تو نمیفهم حال شیرینی خوری با ما نمیده ما نه نمیدونم من تلفنم به شما نمیشه برو رو بهیت نمیشه مگر مجلس بدی مجلس می برو خود طرف خود مجلس که مطلب مکو پول نه تا یک طرف مجلس میشه همین رو اینه گفت خوب زدی چی میگم ما نمیدیم چی نه این که نمیشه این که راه نداره حتما مگر شیرینی خوری بکنیم به این رقم راه نداره برای من خود رو بکنی کاکو چری کاکو اینه اما دختر شما من یه ما یکه بکنیم یک تا پیش پاتو نایف یک گریپ مصرف نمیکنم این گپا نداریم با زور و رضا حالا خانوادی عقل کمالدار خانوادی ما همینه خیلی گپ من بگیر و من جمع میگیم سکو گپ قدم مون روز به در نشه من نشه دیگه نمیشه شب کنی کاکا جون ندارم. تو به کجا وکیلی تو کجیر اسم تو نه یعنی کلون شما خانوادی وارچی که ما بگم به گپ منی نمیم با عقل کمالی نکلون ما ولیو پس نورولا چه کار شما نبغله کمال ماما منه دیونیه کی؟ نورولا دیونیه نیلیلا آه نورولا هم که بیاد یک گپ پار بزن کجا ما؟ به سر زمین به پیش ماما من زنگ زده بودم بسی بگفتم که برای خود اینا گپ زنه نه ماما نورو شما نیلیلا یعنی امیت نزد شما چه گفتک؟ چر بزنه چر بزنه سعی کنیم کاکا ما به شما یک چیزی ماما کاکا خصوصاتی کجیر میگه کلون مانه نه ولی چون کارش کنونه همینه بله ها برو بده کجا برو ماما برو. نورو برو شما دیگه، را یالا. خودی خوبی برو برو کاما دیگه. شهر ما پیشکش دادیم مفته که نداریم دختر دیل شما هستی پیشکش لکه بخوریم را خوبری کجی جو برار گل نوری چشم هوشیار خونین شو بلیو وکیلینم شو بلیو هم 50,000 که از طرف من مصرف میشه از طرف شما مصرف میشه خیلی. هم 50,000 که بدون کسی خواه کنم بالا پیشکش خود داده ما نمیزنیم سال به دوازده اما نون مردم بخودی مجلس ها مردم برفتی نباید یک مجلسی برمی جنگ بگیریم ما خون مجلس میگیرم خود نه بریم به یک بگیری حساب سعی کنیم نه شب کنیم کاکا خصوص نه به یک حساب سعی کنیم مرد میگه کی خبر که ما مردم نون بودم نه تو خبر نکردم من مغزر خور گفته دارم که چی بگم گپ مفت نزن گیلا این گپ شیری چی خصوص میگم خوبه خصوص نه میگه دیگه چی میگم بله همین 50,000 کال مصرف نمیکنم همین کو بده به پیشکش کو کار چیز تو زودتر بشه ببینیم نه پیشکش شما شما دیونه هوشیاری مامون راست میگه شما نه دیونه تو دیونی گیلا راست میگه بابا دوی نفر آدم بکلی یک نفر گپ مفتادی تو خسور به خسور جان منم اینا خسر جان آره با خسر جان ها دیگه هر چی میگم نه راست میگم اگه خسر جانتونم دیگه من کار ندارم من من میرم دروغ میگم گیلا گپ مرگوش که کسی میگه خوبه آدم به گپ شما کنه به در خونی خسر هر کو چی که نباشه به تو نمیگم گپ خود کن پیشکش زنده باشین تو گپ خود کن پیشکش میگو اول با تو چی گفتم این 50,000 که مصرف یونه که قرار با تا کسی مصرف پیشکش رو همین کلمه را دیدن کاکا جون شما چی دیگه میشیار کن نماید که شما باید شما میست شما ده تا روسیا میکنید میگو گیلن جو براره و بچه هم میگولمه اگه به تو شیرنخوری خوبی علوی بگیرم که به پیش دوست دشمن سر بلندی آیا نمی حساب کشته نمایی تو مای اشته نمایی بچی بده موازی تو دنگ میکنه که گیله که میگی اشته شیرنخوری داری به من جیغای میکن که باور بکو تال کسی نگرفته بود به میده این که گپا نمیگشتوی ما شمایم من مایم گیلا ما چی میفهمه چی نه مگری بشه من بچه مرغ ما یک خونم لیگ داره خلاصه مگری بشه چی من بچه خونم زادار کردم به من تکا گفتن نه شیرینی خوری مام نه فتخونی مام نه ایدی مام نه نوروزی مام هیچی هستونم
کم من پیار خوب بگردم از توی چی نمو نه او تو راه فقط هر نداره چی کار کردی بیارم کسی به تازی که تو پیشکش رو خلاص دیوالی رو اگه نمیشه برادر بله خدا حافظ نه او تو راه نداره برو تو کجا برو 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 تو چی دیگه بیامدی خورین دیگه ما راست مین دوغ میکنی برو خودی کله گنده راست میگو برو کاکا دیگه، جان برو. منم هم به شما چی میگه من هیچ چی دیگه من کار ندارم به گیلک به چه خود بله، بیار بله. داره نه کاکا جان منم شیش نگریتی دادم آخه بیشتر برو برو تو خود هم برسی خود خورده بنی 90 لالا سال نون سیده خود شماره بستیم خود خوردم چی میگی؟ نون خود برسی خود خورده خر خورم مگر یک آدم بار کنه کاکا این جان. فایده نداره تجیکیل صدا کنیم یک خوش آمده بکنم باشن به در آمد یک دایی منو بگیریم بابا وضو بگیم بخور و سقیت بخواه بده برو بده مقدی رو چی قد 2 سالی که بره بخود نمایی برو جلوشو برو برو. کاکا بده خیلی بده بده من بنی تجیکیل دایی بده هم شما ریدی بیا میبینی که من نه بیا آدم گشنه ای مامانه رو بله بعده بخکول گوش نیو تو چی کجی تو چه کاری مانی برو دیگه افتادی که به خدا دیل دل بعد باشه چه کاری مانی مگر شین نخوری بگیری مامان رو دار چی؟ مگر گفتو بگیری یک ریپا پیش با تو بیافون دیگه مصرف نمیکن که برو برای کار کنو